سلام. اگه شما هم مثل من عاشق کوکو سبزی با زرشک و گردو هستین ولی بلد نیستین چطور درست کنین یا گاهی اوقات کوکوهاتون وا میره، میتونید با من همراه بشین تا نکات درست کردن یک کوکو سبزی خوشمزه رو بهتون بگم. مواد اولیه: سبزی، تخم مرغ، ادویه آرد، زرشک و گردو. اول سبزی رو با زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط میکنیم. 2 قاشق آردم بهش اضافه میکنیم. مواد خشک رو کاملا با سبزیمون مخلوط میکنیم. 1 کوچولو نمک هم بهش بزنید. بعد از اون که خوب مخلوطش کردیم، شما میتونید بهش مقداری بیکینگ پودر یا 1 قاشق ماست شیرین اضافه کنید. این باعث میشه که کوکوتون پف کنه. حالا وقت اضافه کردن تخم مرغ هاست. تخم مرغ ها هم یکی یکی میشکنیم. بعد از اون دوباره باید مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط کنیم، کاملا یک دست بشه. از ظاهر مواد کوکو تقریبا میشه تشخیص داد که کوکو وا میره یا نه. نکته ای که مهم اینه که باید روغنی که توی اون میخواد کوکو رو سرخ کنید باید حسابی داغ باشه. روغن من داغ شد. من 1 لایه مواد کوکو رو اضافه کردم. بعد از اون یه مقدار مغز گردو من با زرشک تازه رو روی مواد کوکو من که در حال سرخ شدن بود اضافه کردم. بعد از اینکه مواد سبزیمون یک خورده خودش رو گرفت، لایه بالایی مواد کوکو رو هم اضافه میکنم. وقتی که مواد رو اضافه کردن حواستون باشه که دور مواد کوکو سبزی رو از ظرفتون یکم با قاشق جدا کنید. این باعث میشه که وقتی میخواید برش گردونید راحت تر برگرده. شما میتونید کوکوتون رو جدا جدا یا با قالب هم سرخ بکنید. بعد از اون درش رو بگذارید. 1 ربع که موند اون ورش سرخ شد کوکوتون رو برگردونید. بعد از چند دقیقه که سرخ شد کوکوی ما آماده است. امیدوارم درست کنید و از طعم و عطر بی‌نظیرش بهره مند بشید. اگر از این آموزش من خوشتون اومد لایک فراموشتون نشه.